من محمد رضا احمدی یه خبر خوب برات دارم. موتر امروز صحیح و سالم رسیده به پایانه دوحه. خوشخبری در مورد موتر ساخت افغانستان. موتر جدیدی ساخت افغانستان به دوحه رسید. سلام و درود بر شما عزیزان بیننده این ویدیو که همکنون بیننده هستید. امید است که دارای صحت و سلامت کامل بوده باشید. دوستان عزیز، قسمی که در این ویدیو میبینید موتر جدیدی اسپورتی ساخت افغانستان به قطر رسید. این جای خرسندی به تمام ملت افغانستان است و قرار است در 5 اکتبر سال روان موتر ساخت افغانستان در نمایشگاه بین المللی قطر به نمایش گذاشته شود. پس دوستان عزیز، چینل ما را سابسکرایب، لایک و کامنت بگذارید تا از تازه ترین رویداد این موتر در نمایشگاه قطر با خبر شوید. نمایشگاه میان کشوری موتر دوحه یک نمایشگاه موتری است که در ماه اکتبر هر سال در قطر برگزار می گردد. محل برگزاری آن یک مرکز همایش در نزدیکی فرودگاه بین المللی دوحه است که توسط سازمان بین المللی تولید کنندگان وسایل نقلیه موتر سازماندهی می شود و یکی از بزرگترین نمایشگاه های موتر در سطح دنیا به حساب می آید. این نمایشگاه موتر که نخستین بار در سال 1905 برگزار شد، میزبانی تقریبا تمام انواع موترهای با ماشینی درونسوز در طول تاریخ موتر بوده است. یعنی از زمانی که موترهای با سوخت بنزین و ماشینهای بخار ساخته شده اند. به طور معمول ابرموترها بیشترین توجه را در این نمایشگاه به خود جلب می کند. دایره فعالیت این نمایشگاه تنها به موتر محدود نبوده و مسائل مرتبط با آن همچون موترهای نمونه، تجهیزات تازه، پیشرفت‌های تکنیکی، قراردادهای میان کشوری و مسائل سیاسی و اجتماعی نیز در این نمایشگاه موتر مطرح شده است. باید در نظر داشت با وجود آنکه قطر هیچ صنعت موتر بومی ندارد، اما این نمایشگاه محل بسیار خوبی برای رقابت موترسازان به حساب می آید. هموطنان عزیز، خرسندیم از این که تا این دم با ما همراه بودید و دوستانی که تا حال کانال ما را سابسکرایب نکرده اند همین حالا سابسکرایب کنید و از هر لحظه موتر جدیدی اسپورتی ساخت افغانستان در نمایشگاه قطر با خبر باشید و بیننده این نمایشگاه تاریخی موتر جدیدی اسپورتی ساخت افغانستان باشید.